چند تا آدم کاملا بی ربط به همو تصور کنین. کسایی که سیستم به سرعت پسشون میزنه، حتی از روشون رد میشه. نقاشیاشون رو مسخره میکردن، بهشون لقب کاغذ دیواری میدادن، میگفتن نقاشیای شما حتی از مرحله طراحی هم فراتر نرفته، چه برسه بخواد نقاشی کامل باشه. تو نمایشگاه‌های رسمی فرانسه نقاشیاشون فروش که هیچی، به نمایش هم نمیذاشتن و اونا نیازی هم بهش نداشتن، چون اونا انجمن نقاشان ناشناس، مجسمه سازان، چاپگران و غیره رو راه اندازی کردن و اینطوری بود که امپرسیونیست به وجود اومد. سلام بچه ها، من پریسام و توی این کانال در مورد موضوعات هنری باهاتون صحبت میکنم. دلم میخواست یکم بیشتر راجع به کانال باهاتون صحبت کنم، چون این اولین کلیپیه که من دارم آپلود میکنم و احساس کردم که شاید زیاد هدف کانال مشخص نباشه. برای همین میخوام یه کوچولو باهاتون صحبت کنم. من همیشه نقاشی میکشم، ولی اینطوری نبوده که تو مدرسه نقاشی خونده باشم یا اصلا هیچ وقت رشتم مرتبط نبوده. خیلی وقتا شده که وقتی میخواستم کارم رو جایی ارائه بدم احساس میکردم اونقدر که باید اطلاعاتم کافی نیست. من تقریبا همیشه نقاشی میکشم، یه وقتا خیلی رو کارم زمان میذارم و یه وقتا صرفا فقط انرژیمو تخلیه میکنم، اما هیچ وقت نمیتونستم درست حسابی از کارم دفاع کنم که آقا این تکنیکی که من استفاده کردم چیه، چرا اینجا اینطوری رنگامیزی کردم. و کلا وقتی بین هنرمندا قرار میگرفتم اعتماد به نفسم یه کوچولو پایین بود، چون از اصطلاحاتی استفاده میکردن که من متوجهش نمیشدم، اصلا نمیدونستم راجع به چی دارن حرف میزنن. و برای همین بود که تصمیم گرفتم بیشتر در مورد این موضوعات خودم تحقیق کنم و اگه فکر کردین که من الان اطلاعاتم از شما بیشتره، سخت در اشتباهین، چون من این کانال رو راه انداختم صرفا به خاطر اینکه خودم رو متعهد کنم به تحقیق بیشتر، یعنی مجبور باشم که تحقیق کنم، چون مجبورم که مرتب ویدیو درست کنم. خلاصه بیشتر از این سرتون رو درد نمیارم، بریم ببینیم امروز چه خبره. ما الان تو سال 1869 تو کشور فرانسه و شهر پاریس هستیم. کلود مونه و آگوست رنوار تصمیم میگیرن یکم فضای استودیو رو ترک کنن، برن بیرون، بزنن به دل طبیعت و کنار رود راین نقاشی بکشن. اما کاری که میکنن اینه که همه سنت هایی که تا اینجا دست و پاشون رو تو نقاشی بسته میذارن کنار و اصلا به جزئیات اهمیت نمیدن. سعی میکنن اولین چیزی که به چشمشون میخوره رو در لحظه ثبت کنن و خیلی هم از این کار خوششون میاد. خیلی تجربه شیرینی بوده که قبل از اینکه نور آفتاب زیاد زاویه خودش رو تغییر بده بتونن یه تابلو رو تمام کنن و اونا بدون اینکه بدونن کنار رود راین توی یه تفریح بعد از ظهری داشتن یکی از بزرگترین انقلاب‌های هنری توی اروپا رو رقم می‌زدن. الان ما از دیدن این نقاشی‌ها و کلاً هنر امپرسیونیسم خیلی لذت میبریم، اما وقتی داشته اتفاق میافتاده خیلی رادیکال و آوانگارد بوده، خیلی چیز تازه‌ای بوده. مردم و منتقدا اصلا نمیتونستن قبولش بکنن. هنرمندایی که توی این سبک فعالیت میکردن واقعاً اذیت میشدن، واقعاً طرد شده بودن. خیلی براشون این دوره پرتنش و پر استرس بوده، چون همه درآمدی هم که در می آوردن از این راه بوده. و بچه‌ها اینطوری نبوده که یه مش هنرمند هموایی به هم دور هم جمع بشن و سازماندهی و برنامه ریزی و اینجور، اصلا اینطوری نبوده. یه مشت آدم کاملا بی ربط به هم، یعنی نه از لحاظ فکری، نه از لحاظ عقیده، نه از لحاظ سنی، هیچ رقمه به هم نمیخوردن، اما پرتلاش، شجاع و مشتاق برای همکاری با همدیگه بودن. ولی این آدما کی بودن؟ 1. کلود مونه، سختگیر، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران، یک دنده و سازش ناپذیر، اما به شدت با استعداد. این آدم از همون اول میدونسته که میخواد از نقاشی پول در بیاره. از بچگی خیلی خوب استعداد خودشو نشون میداده، از شهروندایی که توی محلشون خیلی معروف بودن کاریکاتور میکشیده و لوازم تحریری محلشون هم این کاریکاتورا رو پشت ویترینش آویزون میکرده. حتی میتونسته بعضی از این کاریکاتورا رو خیلی با قیمت خوب هم بفروشه. و مونه از خونه فرار میکنه چون دلش نمیخواسته کسب و کار خانوادگیشون رو ادامه بده و میخواسته هنرمند بشه. اما بارها توی
توی مسیرش سر دوراهی قرار میگیره. تو سال 1860 اعزام میشه به خدمت. پدرش میگه به شرط اینکه برگردی کسب و کار خانوادگی رو راه بندازی من سربازی تو میخرم. ولی مونه انگوش میکنه تو چش باباش و میره الجزایر برای خدمت. یه سال بعد مریض میشه و از سربازی مرخصش میکنن و دوباره باباش بهش پیشنهاد میده اگر قول بدی که توی فرانسه یه آکادمی خیلی معتبر پیدا بکنی و اونجا تحصیلات آکادمیک انجام بدی من هم سربازی تو میخرم و هم خرج زندگی هنری تو فرانسه رو میدم. و بازم انگوش میکنه چش باباش. میره آکادمی سوئیس که اون موقع اصلا آکادمی نبوده، فقط مدل لخت میذاشتن که نقاشا مدل رو مطالعه کنن و نقاشیش بکشن. احساس میکنم مونه از این بچه‌هایی بوده که لج میگرفتن، با لج به همه چی میرسیدن و مامان باباشونو آسی کرده بودن، فقط میخواستن یه جوری هرچی میخواد بذارن در اختیارش که صداش در نیاد. نمیدونم چرا همچین حسی داشتم. اما مونه میدونست یه چیزی درون خودش داره که قراره توی تاریخ موندگارش کنه. برت موریسو، کاراکتر مورد علاقه من، تنها زنی که توی اون دوره داشته پا به پای هنرمندای مرد فعالیت هنری میکرده همین برت خودمون بوده و اون موقع واقعا شرایط برای یه خانم محترم که میخواسته نقاش بشه خیلی سخت بوده. اون موقع توی فرانسه اینطوری بوده خانواده هایی که یه مقدار وضع مالیشون بهتر بوده میذاشتن دختراشون یه سری مهارت مثل نقاشی و پیانو و آواز و رقص و یاد بگیرن صرفا برای اینکه بعداً کالای مناسب تری برای ازدواج باشن، نه اینکه هر کدوم این مسیرها رو بخوان برن حرفه‌ای ادامه بدن. با این وجود مانه دوست خانوادگی موریسو بوده و سه‌شنبه ها توی مهمونی شامشون شرکت میکرده و برت از این فرصت استفاده میکرده و هرچی اطلاعات هنری این مرد داشته رو ازش میکشیده. یعنی این دختر از هیچ اتفاقی که توی این کافه ها میافتاد بیخبر نمیمونده، چون اون موقع دخترها اجازه نداشتن که تنهایی برن کافه، چه برسه برن پاتوق هنرمندا رو ببینن. خلاصه که نقاشی اصلا شغل مناسبی برای یه خانم محترم نبوده، اونم تو همچین سبک پذیرفته نشده و رادیکالی. و من خیلی برای این زن ارزش قائلم، چون درسته که شرایط برای مردا خیلی اون موقع سخت بوده توی این سبک، ولی برای این دختر همه چی 2 برابر سخت بوده، میدونین؟ و اینکه اینقدر پرتلاش بوده و از 8 تا نمایشگاهی که امپرسیونیست ها برگزار کردن توی 7 تاشون شرکت کرده و به نظرم این واقعا خیلی تحسین برانگیزه. 3. کامیل پیسارو خودش رو یک حکومت ستیز معرفی میکرد، ولی انقدر توی عمل و رفتار و صحبت کردنش مهربون بود که دوستاش بهش میگفتن پدرخوانده. و پیسارو هم یکی دیگه از اون کاراکترهای مورد علاقه منه، چون از نوجوانی شروع کرده بود به کار کردن روی موضوعات روزمره زندگی آدم‌ها و این همون چیزیه که امپرسیونیست در موردش صحبت میکنه. میگه زندگی مدرن ارزش اینو داره که ثبت بشه. و پیسارو درسته که شاید تکنیک هاش اونقدر امپرسیونیسمی نبوده، اما ذهنیتش کاملا یه ذهنیت امپرسیونیسم بوده از اول و به خاطر همینه که یکی از پیشکسوت های این سبک میشناسنش. درسته که مونه بقیه رو رهبری میکرده، اما پیسارو از همشون قدیمی تر بوده. و بچه‌ها پیسارو تو کارش یه صراحت خاصی داره، اصلا با دلسوزی نقاشی نمیکشه. یعنی برای اینکه بخواد یه قاب بندی رو خیلی قشنگتر بکنه لزوما چیزی رو حذف نمیکنه یا چیزی رو تغییر نمیده و این کاره که پیسارو رو متمایز میکنه. کامیل میتونست با قشرهای مختلف مردم خیلی راحت ارتباط برقرار بکنه، با سیاه پوستا، با آدمایی که تهیدست‌تر بودن، با آدمای بالاتر از خودش. و این صرفا به خاطر این بود که از جامعه اصلی خودش
طرد شده بود. پدر کامیل یه یهودی مهاجر بود که با یکی از اعضای خانواده‌اش ازدواج کرده بود. در واقع با عمش ازدواج کرده بود. و این تو قوانین یهود اصلا چیز قابل قبولی نیست. به همین دلیل جامعه یهودی پیساروها رو برای همیشه کنار گذاشته بود. و این جدا افتادگی همون محبتی بود که کارهای پیسارو رو متمایز می‌کرد. اون میتونست واقعیت زندگی مردم رو ببینه و اون واقعیت رو توی کارهاش انعکاس بده. چهار، ادگار دگا معتقد بود که باید آثار هنرمندهای بزرگ مدام کپی بشه. میگفت وقتی کپی کار چیره دستی بشی اون موقع است که اجازه داری از ذهنیت خودت تو حوزه هنر بیای و صحبت بکنی. ادگار دگا در واقع دوست مانه بود و از این طریق با بقیه آشنا شده بود. دگا 10 دهه بود که میرفت به موزه ها و آثار هنرمندهای بزرگ رو مدام کپی میکرد، چون دلش میخواست بتونه آثار تاریخی خیلی بزرگی خلق بکنه و اونا رو توی معروف ترین نمایشگاه دوران خودش به نام سالن به نمایش در بیاره که بتونه از این راه نقاشیاشو بفروشه و یه اسم و رسمی به هم بزنه. پدر دگا بانکدار بود و حمایت میکرد کارهاشو از لحاظ مالی. با این وجود خسته شده بود چون دگا هیچ کاری رو تموم شده فرض نمیکرد. به شدت کمالگرا، وسواسی و زودجوش بود. میرفت تو محافل هنری و یه بحثی رو مینداخت وسط و بعداً دیگه معلوم نبود دگا کجا غیبش زده. و بچه‌ها دگا غمگین و افسرده بود. از لحاظ عاطفی اونطور که باید رشد نکرده بود و فکر میکنم به خاطر این بود که تو 13 سالگی مادرش رو از دست داده بود. و تو چندین پورتری که از خودش کشیده همیشه میشه این غم و اندوه رو دید. تمام سعیش رو میکرد که یه اثر تاریخی بزرگ یا یک اثر مذهبی بزرگ تولید بکنه، اما هر چقدر اسکیچ میکرد، هر چقدر طراحی اولیه انجام میداد، تغییر میداد، رنگو میخراشید، دوباره از اول، اصلا دلش راضی نمیشد. از یه طرف روحش تماما این آدم رو میکشید به سمت نقاشی مدرن، یعنی اصلا نمیتونست کار هنری تاریخی انجام بده، اما دیگه کم کم واقعیت رو پذیرفت و از پاییز 1861 رفت به مسابقات اسب دوانی، ولی این بار پای بوم و رنگاش هم با خودش برد و شروع کرد به نقاشی کشیدن و نقاشیاش توی این دوره بی‌نظیره. قاب بندی رو اصلاً اهمیت نمیده، یعنی اگه ته یه اسب گوشه قابش بوده فقط دم اسب رو کشیده. چیزی که میدید رو میکشید. هیجان قبل از مسابقه و سر و صداها رو خیلی خوب تو نقاشیاش انتقال میداد. از رنگای روشن استفاده میکرد که همه اینا تو دوره خودش یه سری تکنیک کاملا غیر قابل قبول بود. 5 آگوست فرزند ششم از 7 بچه خانواده رنوا که توی زاغه‌های لوور زندگی می‌کردن. توی این شرایط معمولاً بچه‌ها یکم از محیط اطرافشون تاثیر بد می‌گیرن، اما آگوست اینطوری نبود. تمام مدت میرفت موزه و به نقاشی‌های بزرگ خیره می‌شد. تو سن 15 سالگی به عنوان نقاش لعاب استخدام شد و انقدر کارش خوب بود که همون موقع هم دستمزد خیلی خوبی می‌گرفت. جوری که تونست تو سن 20 سالگی با جمع کردن همین دستمزدا تو استودیوی شارگلر خودش رو ثبت نام کنه که اون موقع یکی از هنرمندای واقعا معروف به حساب می اومد. اما مشکل این بود که دوست نداشت بهش بگن چی جوری نقاشی بکشه و استادش دقیقاً این کارو میکرد. بهشون میگفت چجوری نقاشی بکشن و آگوست همیشه احساس جدا افتادگی میکرد. یه جا میگه من همیشه مطیع بودم، به حرف استادم گوش میکردم و روی مدل ها مطالعه میکردم، اما در نهایت من کسی بودم که انقلابی خطابش میکردم. و بچه آگوست از طبقه فرودست جامعه اومده بود و توی این استودیو ثبت نام کرده بوده. بقیه شاگردا همشون از خانواده های پولداری بودن و تفاوت آگوست توی نقاشی و طرز فکرش رو صرفاً به خاطر عقاید زاغ نشینی میدونستن و این خیلی ناراحت کننده است. چرا آدما اینطورین؟ آدما همیشه همینطوری بودن، همیشه هم همینطورین، همیشه هم قراره همینطوری بمونن. اما یه سال بعد از اینکه توی اون استودیو داشت به تحصیلش ادامه میداد، چند تا شاگرد جدید اومدن و ثبت نام کردن. فردریک بازیل، یه جوون 21 ساله پولدار، آلفرد سیسلی، یک نقاش از خانواده اصیل انگلیسی که جفتشون بعدها به امپرسیونیست‌های بزرگی تبدیل شدن، و کلود مونه 21 ساله که تازه از خدمت سربازی برگشته بود. اینا دوست داشتن با رنگ‌های شاد نقاشی بکشن، با رنگ‌های شاداب نقاشی بکشن، اما استادشون معتقد بود که این رنگ‌های شیطانی ممکنه ذهن هنرجو رو
مسموم کنه. و این بچه ها آناتومی مدل ها رو همون طوری میکشیدن که وجود داشت و استادشون میومد بالا سرشون و میگفت پای مدلتون همینجوریش هم بزرگه، شما هم برداشتین همونجوری که هست کشیدینش، نقاشیتون زشت شده. وقتی میخواین آناتومی بکشین باید الهه های یونان باستان مد نظرتون باشه. و اینا واقعا داشتن توی اون فضا اذیت میشدن، اما هر کدومشون به دلایلی مجبور بودن که تحصیل آکادمیکشون رو ادامه بدن. خصوصا کلود که به باباش قول داده بود تحصیل آکادمیک انجام بده، در غیر این صورت بابا دیگه بهش پول نمیداد. بعد یه مدت مونه همشاگردیاش از استودیو کشید بیرون و با هم زدن به دل طبیعت و طولی نکشید که پیسارو هم بهشون ملحق شد، چون پیسارو هم دوست مونه بود دیگه. و اینطوری بود که کم کم هسته اصلی امپرسیونیست بدون اینکه خودشون متوجه باشن شکل گرفت. اونا به دل طبیعت زدن و شروع کردن به نقاشی کشیدن. براشون تأثیرات لحظه‌ای مهم بود، مثل حرکت کردن نور خورشید روی آب و در کل نور رو به عنوان مادر رنگ‌ها میشناختن. معتقد بودن نور هست که ما میتونیم رنگ‌های مختلف رو ببینیم. مونه پرکار و سخت کوش بود و وقتی دوستاش باهاش بودن انتظار داشت که اونا هم دقیقاً همینطور رفتار کنن و دوستاش هم بهش احترام میذاشتن، چون میدونستن مونه داره کار درست رو انجام میده و سعی میکردن خودشون رو به پای انرژی قوی مونه برسونن. برای همین بود بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن مونه کم کم داشت به رهبر کاریزماتیکشون تبدیل میشد، به اون انرژی و نیروی محرکه‌ای که هر گروه کوچیکی برای شروع بهش نیاز داره. اما همین جای کار تا وقتی این جنبش بخواد اسم امپرسیونیسم رو به خودش بگیره هنوز 10 سال کار سخت برای همه این جوونا در پیشه. مونه آدمی بود که بقیه رو تشویق میکرد با هم برن بیرون نقاشی بکشن، در مورد ایده هاش صحبت میکرد و در کل یه جورای نیروی محرکه گروه بود. تو یکی از همین برنامه‌هایی که برای دوستاش چیده بود، تو سال 1863 فردریک بازیل رو همراه خودش برد به نمایشگاه یک مرد 31 ساله که اون زمان اسمش خیلی توجه ها رو به خودش جلب کرده بود، اما توجه منفی. ادوارد مانه. در واقع مانه نقاشی استحمام رو کشیده بود که بعداً اسمش رو هم به نهار روی چمنزار تغییر داد که اینم داستان خیلی جالبی داره ولی که دیگه خیلی طولانی میشه. مانه نقاشی استحمام رو به تازگی کشیده بود و خیلی سر و صدا کرده بود. مردم و منتقدایی که نقاشی رو دیده بودن واقعاً عصبانی بودن. حتی خود ناپلئون سوم هم بعد از دیدن این نقاشی گفت که این نقاشی واقعاً بی‌شرمانه است. انقدر این نقاشی توجه منفی به سمت خودش جلب کرده بود که همه میخواستن بدونن مانه کیه، چی کشیده بدبخت که انقدر همه دارن ازش بد میگن. و فکر میکنین چرا؟ چون تو نقاشیش مدل لخت بود؟ نه، صرفاً به خاطر اینکه مدل برهنه نقاشی مانه شبیه الهه های یونان باستان نیست، شبیه یه زن معمولی فرانسویه و واقعاً یه زن معمولی فرانسویه. و خود مانه هم هیچ وقت به صورت مستقیم جنبش امپرسیونیسم رو قبول نکرد، اما همین که خلاف عرف داشت رفتار میکرد و از مدل های استفاده میکرد که اصلا شبیه الهه های یونان باستان نبودن یا حداقل اون شکلی نمیکشیدشون، خودش یه طرز تفکر امپرسیونیسمی بود و خیلی سریع مانه توجه امپرسیونیست های جوان رو جلب کرد. سعی کردن باهاش ارتباط بگیرن، سعی کردن باهاش دوست بشن و ادگار دگا هم دوست مانه بود. اگر میرفتن کافه مانه رو ببینن قطعا با اونم آشنا میشدن. پس تا اینجا ما 2 گروه رو میشناسیم، مانه و ادگار دگا که هر جفتشون توی مهمونی‌های شب خانواده موریسو هم شرکت میکردن و گروه دیگه مونه، فردریک بازیل، آلفرد سیسلی، پیسارو و آگوست رنوار. و این 2 گروه اینطوری نبوده که به شکل سازمان یافته‌ای با هم دیگه برنامه ریزی بکنن و نمایشگاهی برای خودشون راه بندازن تا اینجای کار. درسته، فقط صرفاً چند تا هنرمندن که ذهنیت‌های خیلی شبیه به همی دارن و حتی چند نفر از بین این هنرمندها قبول هم نکردن که ذهنیت شبیه به هم دارن. اما مگه امپرسیونیسم چی داشت که همه رو عصبانی کرده بود؟ برای فهم این موضوع
باید فضای هنری فرانسه اواخر قرن 19 رو بشناسیم و من اینجام که شما فضای هنری فرانسه اواخر قرن 19 رو بشناسیم. کاملا سنتی و آکادمیک. یعنی اگه قرار بود شما هنرمند اسم و رسمداری بشین، حتما باید توی آکادمی ثبت نام می‌کردین، تحصیلات آکادمیک می‌گذروندین و این آکادمی ها هم همشون زیر نظر سیستم وقت بود، مثل کلیسا و حکومت، و این دوتا از شما نقاشی‌های تاریخی یا مذهبی می‌خواستن. یعنی اگر موضوع نقاشیاتون تاریخی یا مذهبی نبود یا نقاشی هاتون پرسپکتیو دقیق نداشت و آناتومی بدن مدل ها رو مثل الهه های یونان باستان طراحی نمی‌کردین، هیچکی آدم حسابتون نمی‌کرد و عملاً شکست می‌خوردین. همون اتفاقی که برای مانو و دوستاش افتاد. و حتی تکنیک هاشون رو هم به هنرمندای نسل جدید تحمیل می‌کردن. تکنیک هاشون اینطوری بوده که از سایه‌های سنگین و تیره استفاده می‌کردن و انقدر روی رنگ کار می‌کردن که رد قلمو تو رنگ نمونه. بعدش هم یه دسته لاک می‌زدن رو رنگا که مطمئن بشن از اون چیزی که هست تیره‌تر و کدرتر و کم رنگ‌تر میشه که طبیعی به نظر برسه. البته خیلی کار سختیه و واقعا وجود میخواد اینجوری نقاشی کشیدن، ولی نباید به دیگران تحمیلش بکنی. عمده کارشون توی استودیو بود، یعنی با همون نور محدود پنجره و چراغی که داشتن یه مدل رو نور پردازی میکردن و روزها توی استودیو مشغول میشدن به نقاشی کشیدن ازش. از طبیعت هم نقاشی میکشیدن، اما فقط طرح اولیه رو تو محیط باز برمی داشتن. بعدش همه چیز رو ذهنی توی استودیو جزئیات گذاری می‌کردن و جزئیات باید به مرحله بی‌نظیری می‌رسید. بی‌نظیر. حالا امپرسیونیسم چی میگه؟ اینجاست که مهمه. امپرسیونیسم میگه بهم نگو چه چیزی بکشم و بهم نگو چه جوری بکشمش. ذهنیت امپرسیونیسم اینه که نقاشی آدم‌ها توی زندگی مدرن ارزش ثبت کردن داره، نه صرفاً شخصیت‌هایی که از توی افسانه‌های باستانی اومدن بیرون یا داستان‌های تاریخی و مذهبی. امپرسیونیست‌ها از طبیعت نقاشی می‌کشیدن، از رود راین، از کارخانجات اطراف شهر، از روستاها، از کارگرا، از مردمی که میرفتن کنار ساحل که تفریح بکنن و این اصلاً موضوع مذهبی، مقدس یا تاریخی نبود. این نوآوری توی تکنیک هاشون خیلی بیشتر خودش رو نشون میده. یه نقاشی رو صبح شروع میکردن و قبل از اینکه نور خورشید از روی مدلشون خیلی حرکت بکنه سعی میکردن تمومش کنن. تیکه های غلیظ رنگ رو اونم به صورت مخلوط نشده روی بوم میذاشتن و از طریق لکه های رنگ کنار همدیگه فرم اشیاء رو به چشم مخاطب میرسوندن. یعنی اگه میخواستن یک کیف بنفش روی بوم بکشن، از کنار هم قرار دادن رنگ آبی و سرخ فرم کیف و رنگ بنفش رو به چشم مخاطب میرسوندن. خیلی زود فهمیدن که سایه اشیا صرفاً سیاه یا خاکستری نیست و برای تیره کردن رنگ‌هاشون از رنگ‌های مکمل استفاده کردن. در کل از رنگ‌های خیلی شاد و رنگ‌های روشنی توی نقاشی‌هاشون استفاده می‌کردن و این واقعاً یه جورایی خلاف مقررات بود. و بحث متریال هم مطرح بود، میدونین، چون اون موقع تازه پیگمنت‌های شیمیایی داشت وارد بازار میشد و این اجازه رو به هنرمند میداد که بتونه از طیف رنگی گسترده‌تری استفاده کنه. مثلا توی تابلو قایقران مونه شما یه طیف گسترده از رنگ اولترامارین مصنوعی رو میتونین ببینین و حتی به کادربندی هم اهمیت نمیدادن. یه سری تابلو از دگاه هست که از مسابقات اسب‌دوانی کشیده و اگر توی دیدش تو کادربندیش فقط ما تحت یه اسب بوده برداشته اونم کشیده. یعنی اصلا برای اینکه نقاشی رو زیباتر بکنه یا بخواد قاب بندیش رو منطقی تر جلوه بده اصلا ته اسب رو پاک نکرده و سعی میکردن با لکه های رنگ فرم اشکال رو به چشم مخاطب برسونن، نه با استفاده از سایه پردازی و خط. اینطوریه که وقتی به یه تابلو امپرسیونیسم نگاه میکنی همه اون تاثیرات اولیه بدون در نظر گرفتن جزئیات به چشم آدم میرسه. اما بشر همیشه به سختی تغییر رو میپذیره، قبول دارین؟ حتی مردم همین الان هم همین جورین. نسبت به اتفاقات تازه‌ای که تو جامعه میفته همیشه تا یه تایمی یه گارد خیلی خاصی دارن و مردم و منتقدها هم اون موقع همین مشکل رو داشتن و این همه چیز رو برای امپرسیونیست ها سخت میکرد، چون بالاخره اونا درآمدشون از این راه بود و هر کدومشون به نوعی یه زندگی خیلی سخت رو تجربه کردن، چون کسی نقاشی‌هاشون رو نمیخرید.
سالها تلاش کردن ولی هیچ فایده‌ای نداشت. توی مسیر بارها از هم جدا شدن. مثلا تو سال 1870 ناپلئون سوم یه جنگ رو شروع کرد که باعث شد خیلی از این هنرمندا یا متواری بشن به انگلستان و جاهای دیگه یا برن جنگ و کشته بشن، مثل فردریک بازیل. و یه خوبی که این اتفاق برای امپرسیونیسم داشت این بود که فضای یه شهر یا کشور بعد از جنگ از لحاظ فرهنگی یکم منعطف‌تر میشه و توی اون دوره بود که امپرسیونیست ها تونستن یه کوچولو خودشون رو جا بندازن. اما به جز اون خیلی سر راهشون چالش وجود داشت. پل سزان بعدها از جنبششون کاملا جدا شد. مانه توی هیچ کدوم نمایشگاه امپرسیونیسمی شرکت نکرد و ادگار دگان که کلا از اصطلاح امپرسیونیسم متنفر بود. اما بالاخره این هنرمندا تو سال 1874 انجمن ناشناسان نقاش، مجسمه سازان، چاپگرها و غیره رو راه اندازی کردن و تونستن اولین نمایشگاه رسمی امپرسیونیسم رو برگزار کنن. توی همین نمایشگاه بود که منتقد نقاشی لوئیس لروی نقاشی طلوع خورشید رو مسخره کرد و بهش لقب امپرسیونیست رو داد و مونه هم پرو همون لقب رو برداشت و گذاشت رو اسم جنبششون. و اینجا بود که اصطلاح امپرسیونیسم به وجود اومد. یعنی تا اینجای کار این جنبش هیچ اسمی نداشته. بعد از اون تا سال 1886 با فاصله 7 نمایشگاه دیگه هم برگزار کردن که پیسارو توی هر 8 تاش و موریسو توی 7 تاش شرکت کردن. و بعد از اون کم کم گروهشون از هم پاشید و زیاد هم مهم نبود، چون همه میدونستن که این گروه از اول اونقدر هدفمند برنامه ریزی نشده بود و تا همین جای کار هم همه تلاششون رو کرده بودن و اون تأثیری که باید رو جامعه هنری میذاشتن رو گذاشته بودن. پس دفعه بعد که یه نقاشی مدرن دیدین، اول میدونین چه کسایی خون دلشو خوردن و دوم میدونین باید دنبال چه تکنیکایی بگردین که بفهمین نقاشی امپرسیونیست هست یا نه. شاید ما الان به نقاشی‌های مدرن نگاه بکنیم، از این سریاشون لذت میبریم، یه سریاشون رو کلا درک نمی‌کنیم، اما اینکه یه هنرمند بتونه آزادانه چیزی که فکر میکنه رو ارائه بده به مخاطبش، موهبت خیلی بزرگیه. و الان شما همه اون آدمایی که برای رسیدن هنر به این نقطه همه اون تلاش‌های اولیه رو انجام دادن میشناسید. امپرسیونیسم آغاز همه ساختارشکنی‌های هنری بود که مسیر هنرمندا رو امروز انقدر هموار کرد.